سلام به اعضایان گروه پیوندگر، امیدوارم خوب هستید. آخر ماه ایون 2026 ما برای شما میزا جان 7-8 نمود انگورهای پرابراژینی، شوهانا، کتمان، سوپی، خلوین، لامبورجینی، аватар, رد گلوب، کاردینال، مرسدس نو بو در روزاش تیار کرده استودیم. خدا با شکر به حد عملی نیولها خوب. ما حرکت میکنیم با گرمی، با چرکین، با یگان چیز نگاه نکرده برای شما نیحولی بهترین تیار میکنیم. خدا خواهد چند قفس اینها رو خمتو کرده بند میکشیم که زیاد است 2-3 تا 4 متر پیشش باید شود که بسیار مردم خدمون نیحولی دراز میپرسد. هرچند میگوییم که نیحول باید 2-3 وجب مونده برید، به هر حال تقریبا 80% آدمو نیحولی بلند میپرسن. برای همین ما برای شما حرکت میکنیم. دورو میتیم، آب میتیم. یک سیر دیگر برای شما میگویم. ما گفته بودیم که 50% اگر برای زندگی کار کنیم، 50% دیگر برای ثواب، یعنی که بسیار سوال میشود چی کار کنیم، چی غذا بتیم. نیحول ها تیز کلان شوند. یکم اینکه بر وقت شنوندن در کار. امافوس قزاقی از همه خوب. بسیار سوال میشود از همه خوب آب، یعنی چندی آب بسیار دادین همقدر یک آب میدید، یک هفته به حد عمل خوب میکند. باز همین شب روز گرم است، تیز آب میدید. باز اگر میخواهید که تیزتر کلان شد، باز شو میکنیم، باز آب میدیم. باز نگفته نموند از انگورهای حاضر از زمان بهترین مزه‌های مثلا اناناس، باناناس، کلوبنیکا، نوک، مزه نشپوتی، مزه پخت قند، بهترین مزه ها خدا خواهد پیوند کردگیم در نیحول ها. تقریبا 1 وجب 2 وجب است. خدا خواهد وقت شود ویدیو میکنم دیگر نیحول ها هم میشود. خدا خواهد سلامت باشید. کانال ویدیو مقبول باشد لایک مونید. اگر زنده باشیم خدا خواهد از 20 نوامبر برای باغ، برای خانه، برای دیگر دولت ها بردن قلمچه ها، نیحول ها از همه نمود انگوروی بهترین با صفت، از همه خوبش با کفالت. یعنی از ما نیحول میگیرید کفالت که 2-3 سال نگاه نمیکنید، همون چیزی که لازم است هم میشود. خدا خواهد سلامت باشید. ابونه شوید. ویدیو رو با دوستانتون روانه کنید.